قاتل سلیمانی هم بعد از بوکسوات کردن تو منطقه یه تریبون پیدا کرده تا یه جوری از خودش دفاع کنه. ظاهرا نق و نوقای مخالف تو نظام باعث شده که این یکی جونورم از تو سایه بیاد بیرون و برای شوخ زدناش تو منطقه توجیه بتراشه. ما به عنوان یک انسان نمیتونیم تحمل بکنیم ملت‌های اطراف خودمون را دچار چنین بلای سهمگینی. دلیل اسلامیش هم درسته، ما وظیفه دینی داریم حمایت بکنیم، اما دلیل مهم دیگرش منافع ملی است. بله، به نظر میاد که ولی فقیه اومد یه زوری تو منطقه بزنه و یه وزنه‌ای به اسم امپراتوری اسلامی بلند کنه، اما وسطش اسپاسم کرده و زیر بار مونده. بازم یه ورزشکار دیگه تو نظام ولایت که بدون امکانات مقام آورد، اما نباید کسی از این قضیه بومی برد. هفته قبل گلایه قهرمان پرتاب چکش آسیا رو پخش کردیم. میگفت کفش مسابقه ندارم. الان تو مسابقات شرکت کردین، کفش نداشتی؟ نه، یه کفش خیلی معمولی داشتم که با اون اصلا نمی‌تونم داخل دایره بچرخم. حالا به فدراسیون دو و میدانی برخورده. هیچ ورزشکاری کفش نو نمیپوشه بره مسابقه بده. با تمام این تفاصیل اساساً گیرم که شما متوقع هستی یه کاری رو باید انجام بدی. راهش این نیست. مشکل یک ورزشکار نباید در رسانه حل بشه. ورزش که این باشه دیگه تکلیف هنر روشنه. این کارگردان تئاتر هم برای گرفتن پولش به هر دری زده، تنها راهی که براش مونده اینه. موضوع اینه که ما چند وقت پیش با گروه رفتیم جشنواره تئاتر دانشگاهی بخش مناطق 18مین دورش و اونجا تمام جایزه ها از کارگردانی، نویسندگی، چه میدونم بازیگری، طراحی صحنه همه رو دادم به ما و مجری دوست خوبمون اون بالا گفتش که آقا جایزه نمیدونم تندیس میشه فلان قدر، جایزه تقدیر میشه فلان قدر و ما حساب کتاب کردیم. به به چه پولی، خیلی پول زیادی گیرمون میاد و میتونیم بدهکاریامون رو صاف کنیم. اما الان یک ماه فکر میکنم گذشته از جشنواره هنوز پول منو ندادن. من بدهکارم، پولم از کجا بیارم؟ دبیر عزیز تو دوست منی، ولی دوستی که پول نمیشه که آقا پول منو بدید. من اینجا نشستم تا پولمو بگیرم، هیچ جام نمیرم. اگه تو بابیلون سرچ بزنید آخوند دین فروش یعنی چی، احتمالاً شما رو وصل کنه به این یارو تا این اعتراف رو بشنوید. هم بخش جنبه دینی زندگیمون درسته، چیکار میکنیم؟ مجلس روزه، چراغونی نیمه شعبان، عاشورا تاسوعا لباس سیام بپوشیم، زیارت امام رضا میریم، هیئت میریم، اینا این جنبه دینیمون. جنبه دنیویمون هم جداگانه تو بازار الحمدلله وضع خوبه، کلا برمی‌داریم گرون بفروشی، همه کار میکنی، دروغ، تو سیاست، تو اقتصاد، تو علم، تو خانواده، همه جا هر جا که هستی. در پایان توجه شما رو به بستنی فروشی جلب می‌کنیم که برای آب کردن بستنیاش یه فکر بکر کرده، البته به شرط اینکه خریدار عصبی نشه.
صدا